وقتتون بخیر باشه. امروز اومدیم برای آموزش ترازنامه. توی ترازنامه دوباره همون کارهایی که قبلا انجام میدادیم، چند تا سر رو انتخاب میکنیم، با هم دیگه مرج میکنیم و عنوان ترازنامه رو مینویسیم. توی ترازنامه من دارایی، بدهی و سرمایه دارم. اگر شما نمیدونید ترازنامه رو چجوری بنویسی، توی اینترنت سرچ میکنی ترازنامه، عکس ترازنامه رو میاری و برای خودت ترازنامه یکی از شرکت ها رو مینویسی. مثلا ترازنامه شرکت ایران خودرو، سایپا و شرکت های بورسی دیگه. یا حتی میتونی بری و ترازنامه برای شرکت های خارجی مثل اپل یا گوگل رو بنویسی. اینجا زیر ترازنامه یه ستون دارم، قسمت دارایی ها میشه دارایی های جاری که وجه نرخ، حساب های دریافتنی، موجودی کالا و یک سطر هم ایجاد میکنم تحت عنوان جمع دارایی های جاری و برای دارایی غیر جاری هم همینطور به تفصیل می نویسم و بعد جمع دارایی غیر جاری و نهایت جمع دارایی جاری و دارایی غیر جاری من بایستی بشه جمع کل دارایی ها. خب چجوری انتخاب میکنم؟ دارایی ها رو به تفصیل می نویسم، اینا کار ندارن، عددا رو می نویسم در یه ستون روبرو و بعد جمع دارایی جاریم رو سعی میکنم در ستون بعدی بنویسم. برای جمع دارایی جاریم دوباره از تابع سام استفاده میکنم، مساوی، میرم توی fx سام رو می نویسم و اقلامی رو که میخوام با هم دیگه جمع بشن رو انتخاب میکنم و اینتر میزنم و عددش رو برام مینویسه. برای دارایی غیر جاری هم همینطور اعدادی رو که نوشتم در ستون مقابل اون عدد، جمع دارایی غیر جاری ستون پایین‌تر میام، در سطر پایین‌تر در ستون روبرو میام دوباره مینویسم مساویه با. دوباره من برای نمونه از تابع سام استفاده میکنم، از fx میرم تابع سام رو میارم و میگم چه اقلامی میخوام با هم دیگه جمع بشن. این اقلام دارایی‌های غیر جاریم رو انتخاب میکنم و مینویسم. حالا جمع کل دارایی ها چجوری باید انتخاب بشه؟ من اینجا اینا رو یه ذره کوچیک‌ترشون کنم که شما بتونید ببینید. خب برای جمع دارایی های جمع کل دارایی ها بایستی بیام و اینجا بگم که مساویه با این سل به علاوه یه به علاوه میزنم و این سل، یعنی جمع دارایی ها و اینتر، جمع دارایی های جاریم و جمع دارایی های غیر جاریم، این دوتا ستون رو با هم دیگه جمع میکنم و توی این ستون مینویسم. حالا میرم سراغ بدهی ها. برای بدهی ها دوباره بدهی های جاری و غیر جاری به تفصیل مینویسم، اعداد رو میذارم، برای یه سطر ایجاد میکنم زیر بدهی های جاریم جمع بدهی های جاری. دوباره همون کاری که برای دارایی های جاری و غیر جاری کردم، یعنی از تابع سام استفاده میکنم و جمع این دوتا رو مینویسم. برای غیر جاری هم همینطور. حالا که میخوام جمع کل بدهی ها رو بنویسم دوباره میرم و یه مساوی میذارم توی سلم و مینویسم جمع بدهی های جاری به علاوه جمع بدهی های غیر جاری و اینتر رو میزنم و این رو هم مینویسم. یادم باشه که توی ستون قسمت چپ ترازنامه‌ام غیر از بدهی ها یه قلم دیگه هم دارم به اسم سرمایه. اینجا هر چقدر سرمایه داشته باشم، برداشت، سود، همه اینا میان تو قسمت سرمایه و این سرمایه رو باید اینجا لحاظش کنم. جمع سرمایه میشه برابر با تابع سام برای هر چقدر که سرمایه دارم و میخواد با هم دیگه جمع بشه. حواسمون باشه اگه برداشت دارم بایستی کسر بشه، یا میتونم برداشتم رو همونطور که براتون قبلا توضیح دادم یه عدد منفی قبلش بنویسم و باز هم از تابع سام استفاده کنم. مثلا اینجا من یه سل ایجاد میکنم، اینجا مثلا این سل رو ایجاد کردم، اینو می نویسم. مثلا اینجا یه برداشت دارم، برداشت رو می نویسم، انگلیسی شد. برداشت مثلا آقای مهدوی بوده، اینجا می نویسم چقدر؟ اینجا 3 میلیارد بوده، 1 میلیارد برداشت کرده. دو تا ستاره، یه 9 و برای من می نویسه 1 میلیارد. حواسم باشه که از این تکنیک هم استفاده کنم. ولی اینجا قبلش یه منفی میذارم، یعنی برداشت بوده. حالا خب
حالا میام اینجا توی قسمت جمع سرمایه چجوری استفاده میکنم؟ میخوام از تابع سام استفاده کنم. یه مساوی میذارم، یک از قسمت fx میرم تو قسمت سام و میگم که چه اعدادی رو انتخاب کنم. این ستونا رو همه رو با هم انتخاب کنیم، چون برداشتم و یه منفی زدم دیگه موردی نداره توی جمع و خودش کسر میشه و اینجا برای من می نویسه که 5 میلیون. حالا جمع سرمایه و بدهی چقدر میشه؟ اینجا می نویسم که این عدد رو، این سل رو با این سل با هم دیگه جمع کن و جمع سرمایه و بدهی رو به من بده. حالا برای اینکه بدونم ترازه یا نه، همواره باید این عدد جمع سرمایه و بدهی رو با جمع دارایی ها با هم دیگه مقایسه